هر شب که چشمامونو میبندیم وارد یه دنیای عجیب میشیم. یه دنیایی که توش ممکنه پرواز کنیم، توی یه شهر ناشناخته قدم بزنیم، آدمایی رو ببینیم که سالها ازشون خبری نداشتیم، یا حتی یه چیزی رو تجربه کنیم که هیچ وقت توی زندگی واقعی برامون اتفاق نیفتاده. ولی سوال اصلی اینه: چرا خواب میبینیم؟ چرا یه شب خوابای رنگی رنگی و قشنگ داریم ولی یه شب دیگه با یه کابوس وحشتناک از خواب میپریم؟ مغز ما توی خواب دقیقاً داره چیکار میکنه؟ خواب یه معمای بزرگه. دانشمندا سالها تحقیق کردن ولی هنوزم کلی راز توی این دنیای شبانه وجود داره. خب اصلا چرا خواب میبینیم؟ مگه مغز نباید استراحت کنه؟ اینجاست که داستان جذاب میشه. مغز ما توی خواب یه کار عجیب میکنه. دنیای جدید میسازه. یه دنیایی که گاهی خیلی واقعی به نظر میاد و گاهی شبیه یه فیلم علمی تخیلی دیوونه‌وار میشه. همه چیز به دو بخش اصلی مغز مربوطه: ذهن خودآگاه و ناخودآگاه. وقتی بیداریم ذهن خودآگاه کنترل دستش گرفته، یعنی همون بخشی که تصمیم میگیره چی بگیم، چی کار کنیم، به چی فکر کنیم. ولی وقتی خوابیم این ذهن خودآگاه خاموش میشه و کنترل میفته دست ناخودآگاه. اینجاست که چیزای عجیب شروع میشن. وقتی خواب میبینیم مغز میاد این اطلاعات رو ترکیب میکنه و یه فیلم شبانه میسازه. واسه همینه که ممکنه خواب یه چیزی رو ببینی که اصلا یادت نمیاد توی روز کجا دیدیش، ولی ناخودآگاهت اون رو ثبت کرده بوده. تا حالا شده یه دفعه حس کنید از ارتفاعی بلند افتادید و با یه تکون شدید از خواب بپرید؟ این اتفاق برای خیلی‌ها میفته و یکی از رایج‌ترین خواب‌های دنیاست. از نظر علمی مغز وقتی وارد خواب عمیق میشه گاهی اشتباه عجیب میکنه، یعنی فکر میکنه بدن داره سقوط میکنه. واسه همین یه سیگنال میفرسته که باعث میشه بدن ناگهانی تکون بخوره. اما بعضیا میگن که این خواب یه معنی دیگه هم داره. مثلا وقتی توی زندگی واقعی احساس میکنی کنترل اوضاع از دستت خارج شده یا داری شکست میخوری، ممکنه این حس به صورت سقوط در خواب ظاهر بشه. حالا یه نظریه دیگه هم هست که میگه این خواب یه چیزیه که از دوران اجداد اولیه ما مونده. اون موقعی که مردم روی درخت میخوابیدن مغز برای حفظ امنیتشون گاهی یه شوک میداد تا از افتادن جلوگیری کنه. یعنی مغز هنوزم فکر میکنه ممکنه روی شاخه درخت باشی و داری میافتی. تا حالا شده تو خواب ببینی بیدار شدی اما بعد متوجه بشی که هنوز توی یه خواب دیگه ای. این پدیده رو خواب در خواب میگن و یکی از عجیب ترین و گیج کننده ترین تجربیات ممکنه. معمولاً آدمایی که استرس زیادی دارن یا ذهنشون خیلی مشغوله بیشتر این خواب رو تجربه میکنن. توی این حالت مغز فکر میکنه که داره بیدار میشه اما هنوز توی خواب گیر افتاده و انگار یه دنیای دیگه ساخته شده که داخلش محبوس شدی. گاهی این اتفاق چندین بار پشت سر هم رخ میده و فرد احساس میکنه که دیگه هرگز بیدار نمیشه. توی فیلم ها هم زیاد این پدیده رو نشون میدن. مثلا تو فیلم اینسپشن که خوابهای چند لایه‌ای نشون داده شده. بعضیا میگن وقتی توی این حالت گیر میکنی اگه با دقت به جزئیات اطرافت نگاه کنی
ممکنه چیزای غیر عادی ببینی، مثلا ساعتهایی که درست کار نمی کنن یا چهره هایی که واضح نیستن. فکر کن توی یه خواب هیجان انگیز هستی و ناگهان متوجه میشی که داری خواب میبینی. تو همین لحظه یه چیز جادویی اتفاق میفته. تو میتونی خواب رو کنترل کنی. بهش میگن لوسید دریمینگ یا همون رویا پردازی آگاهانه. تو این حالت میتونی هر کاری که دلت بخواد انجام بدی. مثلا پرواز کنی، زمان رو کنترل کنی یا حتی محیط اطرافت رو تغییر بدی. اما یه نکته ترسناک هم هست. میگن اگه توی خواب متوجه بشی که داری خواب میبینی و اینو به کس دیگه‌ای تو خواب بگی، ممکنه خواب به شدت تغییر کنه یا حتی یه چیز عجیب و ترسناک اتفاق بیفته. بعضیا میگن که اگه بگی من میدونم که خوابم، بقیه شخصیت‌های خواب یه دفعه رفتارشون تغییر میکنه. انگار که اونا هم متوجه شدن و این چیزیه که نباید میفهمیدم. حالا واقعیه یا نه معلوم نیست، ولی اگه دفعه بعد تونستی خوابهات رو کنترل کنی، یادت باشه با کسی توی خواب در موردش حرف نزنی. راه رفتن توی خواب یکی از اون چیزای عجیبیه که بعضیا تجربه میکنن بدون اینکه هیچ چیزی ازش یادشون بمونه. مغز به طور طبیعی موقع خواب بدن رو توی حالت قفل قرار میده تا از انجام حرکات ناگهانی جلوگیری کنه. اما توی بعضیا درست کار نمیکنه و نتیجهش این میشه که فرد تو خواب بلند میشه، راه میره، حرف میزنه و حتی کارهای عجیب و غریب انجام میده. موردهایی بوده که آدمایی توی خواب از خونه بیرون رفتن، سوار ماشین شدن یا حتی کارهای پیچیده‌ای مثل آشپزی انجام دادن. جالب اینجاست که این افراد هیچ چیز ازش یادشون نمیاد و ممکنه وقتی بیدار میشن ببینن توی یه جای کاملا متفاوت هستن. پزشکا میگن استرس، کمبود خواب و حتی مشکلات ژنتیکی میتونه دلیل این اتفاق باشه.